سلام و درودی بی پایان بر شما بینندگان تلویزیون سیمای مستقل تاجیک. برنامه خانه‌خواه مهمان خاندان شماست. ما با شما عقل و باوری خواهانیم. محض مسئله امروزی که ما گپزنان میکنیم مسئله باوری هست. ایمان ویره. باوری از فرهنگ دین به ما و شما آمده است. پیغمبر گرامی درود بر او گفته است که باوری این به زبان گفتن و به دل تصدیق کردن است. و در مذهب امام اعظم گفته شده است که باوری از 7 قسم است. این باوری به خدا، به فرشتگان او، به کتاب‌های خدا و پیامبران او، به روز قیامت، با آنکه نیکی و بدی از جانب پروردگار است، با آنکه زنده گردانیدن بعد از میرانیدن حق است و راست، و مهر آن این است: هر که شک بیارد کافر است. البته این مفهوم کامل است، پوره شده است که چی از اول پیدایش با آخر آن را معین میکنند. ما میخواستیم امروز در مسئله ایمان و باوری از روی نقطه نظر علم نظر کنیم، به تاریکی های آن روشنی اندازیم با روشنایی علم و جمعیت خود را درک بدهیم که در این مسئله علم چی میگوید و چی کارها باید کرد تا اینکه باوری ما و شما و ما و شما فایده بیارد، سلامتی رو خوب کند، امنیت و تنجی که در وطن ما هست نگاه داشته شود و البته قیامت خود را فراموش نسازیم. یکی از کلاسیکان ما و شما که در مسئله معانی به درجات رسیده بود، فریدون عطار، در مسئله ایمان گفته است که ایمان سر دارد و سر آن کلمه طیبه است. ایمان تن دارد، این 5 وقت نماز. ایمان روشنایی دارد، این راستگویی است. ایمان تاریکی دارد، دروغگویی. ایمان برگ دارد که برگ آن پرهیزکاری است. ایمان حکم دارد که حکم آن خوف و امید است. ایمان میوه دارد که میوه آن روزه. ایمان تخم دارد که تخم آن علم. و ایمان وطن دارد که وطن آن دل است. در مسئله آنکه این نقشه ساختاری کلاسیکی آن را که فریدون عطار پیشنهاد کرده است، تا حال آن فهمیشات‌هایی که در آن زمان بودند با آن تفکر و جهانبینی که آن مردم داشتند راست می آمد، چون که بسیار چیزها را به اطراف و محیط قیاس می کردند. از آن جمله این سترکتور ایمان را فریدون عطار به درخت شباهت داده است که ریشه آن را اخلاص گفته است. علم حاضر زمان به این چی میگوید و چی باید کرد که ما از باوری خود هم در این دنیا و هم در آخرت خود فایده آور باشیم، فایده بگیریم و مکافات ما چیزی خوب شود که زندگی خوبی با برکت گذرانیم و در آن که فرا رسد روز قیامت ما و شما سفید رو و نامه اعمال در دست راست باشیم. البته باوری در کتاب‌های روانشناسی آنقدر در این مسئله گفته نمی‌شد، ولی باوری هم برابر اراده هست. یکی از فعالیت‌های معنی سر است. مردم ما قلبی که به زبان عربی آمده بود دل میگفتند و حالا با علم معلوم است که دلی که فریدون عطار در نظر داشت این همان روان ما و شماست. فعالیت معنی سر است. این 10م رکن است، کارهایی است که معنی سر میکند که اول حسیات دارد، ادراک دارد، خاطره دارد، تفکر، تصورات، خیالات، فراست، دقت
تمرکز، باوری. البته 11 اون این اراده است. والیا مانند آن که ما را اراده به سمت روانه می سازد، همینطور باوری ما هم این قوت ما را، احساسات ما را، عقل ما را، نفس ما را به آن طرف روانه می سازد که عاقبت آن حلاوت است، عاقبت آن کیفیت تن است، عاقبت آن حضور جان است. برای همین انسان ها باوری می کنند و باوری که به هر کس خاص است، هم در این حیاتی که ما و شما داریم هم در آخرت فایده آور است. آخران اخبارات هایی که علم حاضر زمان در بالای باوری دارد این آن است که خوشخبر است البته با شما که باوری در معینه سر مرکز داشته است. امریکایی ها چنین تحقیقات بردند که کسانی که باوری دارند و کسانی که باوری ندارند به همان مرکزی که پیدا شده است از قشر معینه سر با قوه های چی الکترومغناطیسی چی توکی برقی، یعنی قوه برقی و حسیات احساسات آنها چین کرده میشد، دیده میشد، فهمیدند که دیگرگونی ها در کسی که باوری دارد زیادتر است و آنها از این باوری خود حلاوت میگیرند، احساسات میکنند در اطراف آنها یا کسی آنها را نظارت دارد یا که احسان میکنند، همون احساسات به مهر و محبت مبدل میشوند. پس معلوم شد که در معینه سر مرکزی باوری بوده است و خوش حال کسی که این مرکز را دارد و در کتاب بزرگ اسلام قرآن هم این چیز درد شده است که کسانی هستند که خداوند به آنها مهر زده است یا که از پیش و پس و برای آنها دیوار هاست که آنها را بترسانی یا نترسانی باوری نمی کنند. طرف دیگر آن است که باوری میتواند در حالت انگیزش باشد یا در حالت بازداری. در حالت انگیزش کسانی هستند که البته زندگی خود را با عقیده میکنند و این عقیده هوش، شعور و محض اثر باوری هست و آن اگر چقدر انسان خودش را با واسطه عقل خود باور کناند، مطمئن کناند، همان قدر انگیزش معینه سر مرکز ایمان زیادتر است و آن کس به سوی آن مقصدهایی که در زندگی دارد روانه می شود. و هست آدمانی که در حالت بازداری هست، ایمانی آنها در حالت آرامی قرار دارد، مرکزی که برای باوری جواب می دهد و این مرکز در حالت بازداری که باشد انسان آنقدر فعال نیست در زندگی و مقصد و مرام خود آنقدر میل و کوشش ندارد. چیز دیگر البته این آن است که وقتی که انسان باوری می کند معینه سر به او دارو می دهد و این دارو نام دارد و نام این دارویی که به ما و شما حلاوت می بخشد از حساب باوری این اندرفین است که تخلمین نام داروها نگرمان هایی هستند که در معینه سر حاصل می شوند و فیزیولوژ ها این را خوب می دانند. وقتی حاصل شدن این داروها بدن ما و شما کیفیت می گیرد، احساسات ما و شما حلاوت می برد و عموما عقل ما و شما و روان ما و شما یک حضوری می کند از آن که فکرها خوشبین می شوند و انسان باوریناک می شود در زندگی خود. و بیماری هم وقتی که این داروها کم می شوند رخ می زند. برای همین باوری را بینید که نه تنها در حیات انسان بلکه در صحت شوی و مقصد رسیدن عموما در مسئله های چی حکمت و چی مسئله های فلسفی برای ما و شما لازم است. یعنی در وقتی باوری کردن داروهای حلاوت بخشنده، بی درد کننده، خرسند کننده، طبع را خوش کننده، فکرها را سالم و نیکبینانه کننده پیدا می شوند. آدم را در زندگی خواهش زندگی کردن پیدا می شود و میل کوشش می کند و با آدمان آسان معاشرت می کند. و بینید در مسئله اون که ما می بینیم در جمعیت بسیار کسانی به مقصدهای خود می رسند که اگر باوری داشته باشند، اگر عقیده خوب
خود را باور کنند و صاحب عقیده باشند. مسئله فلسفی آن است که انسان باید عقیده خود را در زندگی داشته باشد. ما میدونیم که اگر انسان شب به نماز و روز به روزه باشد و دستش به کار باشد و آبادکاری ها کند ولی به خدا باوری نداشته باشد، همه‌اش هیچ است. اگر انسان هزارها نمود توابت را کند، اگر داروهای بهترین را خورد، بهترین طبیبان او را توابت کنند و از دستاوردهای علم حاضر زمان بهره‌ور باشد ولی در توابت اگر باوری نداشته باشد، آن وقت توابت او هیچ است. پس از این برمی‌آید که شما بدانید، آگاه باشید که علم حاضر زمان هم چی جهت آناتومی، فیزیولوژی، روانی، اجتماعی و فلسفی آن را درک دارد و می‌داند که چطور باوری در زندگی انسان تاثیر می‌رساند و انسان می‌تواند که با باوری زندگی خود را رنگین کند، سالم باشد، جمعیت آباد داشته باشد، خاندان خود را از این نوری باوری بهره‌ور گرداند و دائم خرسند و خوشبخت و صاحب عقل باشد. البته معلوم است که در مسئله آن که انسان گوناگون باوری ها هستند در روی زمین، انسان ها آن را پیروی میکنند. ما نمیتوانیم بگوییم که این یا آن آدم درست میگوید یا نادرست میگوید. البته 6000 عقیده هست و 4000 آن رسمی است و یک تای آن همگی درست است. خودتون نکن تفکر کنید. لیکن بسیاری ها از وابسته از باوری خود مکافات خود را در این عالم میگیرند، ولی در مسئله آن که این در دنیای دیگر چه خیلی می شود، آن وقت البته مجازات یا مکافات معین می شود و این انتخاب هر یک کس است. ما هیچ کس را گفته نمی توانیم که این عقیده درست است یا آن عقیده درست است، چون که هر عقیده را ما اگر بگوییم که راست است، آن وقت این به تعصب و فناتیزم می برد. یک کس حق است و این شعوری هستی می باشد. البته وقتی که انسان صاحب عقیده است، عقیده خود را می داند، عمل می کند و آن وقت نتیجه می گیرد و ما می خواستیم که این سخمه نو، این ساختار نوی باوری را در معینه سر شما وارد سازیم و بدانیم که این سبب آن می شود که ما بهره‌ور می شویم در زندگی. در زندگی صاحب عقیده باشید. عقیده خود را چه نسبت به بدن خود، نسبت به احساسات و عقل و روان، اجتماعیات خود و حکمت آموزی فلسفه خود بدانید. البته عقیده هم نسبت به تن و احساس و عقل و روان و اون من زندگی هست و آن را شما مستحکم کنید و آن وقت عقیده ما و شما فعال می شود که ما اگر عمل کنیم. وقتی که ما عمل میکنیم که عقیده ما و شما عملی شود، آن وقت ماتریالیزاسیون آن، مادیات شدن آن پیدا می شود که آن نتیجه میتید در زندگی. و کوشش کنیم که آن چیزهایی که به عقیده ما و شما ضرر آور هستند آنها رو نگوییم و نشنویم، چون که اگر انسان موافق عقیده اش گپ نزند، آن وقت تاریکی در سر او پیدا می شود که در دین هم تاریکی ایمان گفتند. این راستگو باشد، آن وقت روشنایی می شود و در روشنایی بعض اطلاعات های نو را پیدا کردن ممکن است. و البته کارهایی کند که، عملهایی کند که طرز حیات زندگی را چنان برد که سبب بقوت شدن عقیده خود شود و دائم عقیده خود را احتیاط کند، در خوف باشد که میتواند آن را از دست دهد، ولی با امید باشد که عقیده که آمد رفتنش خیلی مشکل است و بداند که نتیجه عقیده ما و شما، باوری ما و شما با این عقیده، این زندگی خوب، سلامتی و جمعیت آباد است. این میوه باوری ما و شما است و برای آنکه زیاد شود باوری ما و شما، زیادتر و زیادتر شود، ما باید علم بیاموزیم و استاد داشته باشیم و با کسانی همنشین باشیم که با ما و شما
باوری ما رو زیاد میکنند. هم عقیده هستیم، عقیده های ما و شما رو مستحکم میکنند و عقیده ها میتوانند باشند نسبت به دین، نسبت به طبیعت، نسبت به جمعیت، نسبت به روان، نسبت به عقل، نسبت به احساس و نسبت به تن. برای همین هیچ وقت عقیده هایی که نسبت به تن هستند، مثلا ورزش سلامتی رو خوب میکند، این عقیده هست، ولی این معنا ندارد که این عقیده ضد باشد به عقیده های دینی دیگران یا عقیده های دینی مثلا به عقیده های احساسی ضد باشند. چون که همه چیز وقتی انسان رو خوش کند، آن وقت البته انسان به آن طرف می رود، سمت و میل دارد. آن چیز دیگری که ما میخواستیم روشنی اندازیم این آن است که بدانید باوری در قلب انسان، در روان پسیخیک انسان است. همون دلی که فریدون عطار گفته بود. فقط ترجمان های ما آن وقتا قلب رو دل گفتن و دل البته باز گفته شده از غزالی که این یک مادیاتی انسان، یعنی هم دلی که در قفس سینه ما و شما میزند مادیاتی همان باوری است، مادیاتی همان روان و روح است. چرا دل تیز با احساسات داده میشه؟ چون که یکم عضوی که با معینه بسیار نزدیک است و معینه نسبت به اداره آن فعال است، این دل است و داروهایی که در معینه حاصل میشن به دل اثر میرسونند. برای مردم وقتی احساسات میکردن یا هیجان میکردن، آن وقت زدن دل خود را حس میکردن و این با چنین آورده رسان که فکر کردن که قلب شاید چنین باشد، دل است، ولی قلب روان است. در مسئله اون که ما و شما با شعوری هستی خداوند باوری داریم یا نه، این است بدانیم که عالم سرچشمه دارد و عقل ما و شما میتواند تا اون حدی را بیاید بفهمد که آن با ما و شما امکان داده شده است. و البته اون اطرافی که موجهایی که ما و شما رو احاطه کردن در دین، آنها را فرشتگان میگن، نور، و هنوز ما آنها را آموخته ایستادیم، علم از آنها درک داده ایستاده است. مثلا تلفن هایی که تلویزورهایی که ما و شما میبینیم به واسطه موجن، آنها در دین فرشتگان میگن و گوناگون است مخلوقاتی که پروردگار آفریده است. ولی هیچ وقت دریچه نکشوید برای مردم که اون دریچه جنیات باشد تا مردم ما با آن میبیاید که معینه سرش به حالت بازداری میاد، ترمجه نمیگیرد. برای همین خوب نیست که انسان ها را با چنین قوه ها بترسانید. خوب است که مردم ما و فرشتگان به مهر و محبت به دیگر فهمی و سازندگی که از حساب همین قوه های موجهای سازنده است راست باشد. مزراب مردم مزراب فرشتگی است. و بدانیم که البته آن گفته ها، آن کتاب هایی که هستند، کتاب های آسمانی که هستند، آنها البته درست گفته شدند و با مرور زمان بعضی آنها عوض کرده شد، ولی یک کتاب آخران در حفظ شعور هستی است. مثلا دیگر آن کسانی که می آمدند، مثلا اگر ما و شما حالا همنشینی پیامبر گرامی می شدیم، در گفته های او شک نمی آوردیم و یگان صحابه بر ضد پیغمبر چیزی نگفت. آن کسانی که میشتن همراه او میدیدن در حقیقت آن معجزات، آن کراماتی که آن کس دارد و با عقل انسان راست نمی آمد. کسی که نه خواندن نه نوشتن می توانست یک کتابی رو پیشنهاد کرد که بینید، تا که وقتی که انسانی با عقل میخواند میفهمد که این سخن آدمی نیست. و باوری به آن که قیامت می آید، حالا معلوم است که کائنات کیهان وسیع شده ایستاده است و زمانی بیاید که این قوه وسیع کننده که حساب ترکیش عظیم بود باز به هم جمع میاد. انا همین است آن دوره‌ای که ما قیامت میگیم، جمع شدن باز همان ماده پاش خورده به کیهان پهن شده که از حساب گردش تابخوری آن سیاره ها با وجود آمدن و بعد انا عالی‌ترین آن انسان است. و با اون که نیکی و بدی از جانب شعوری هستی است، ما و شما نمیدانیم، نمیتوانیم بگوییم که کدام چیز به ما و شما نیکی است، کدام چیز بدی است. مثلا ما و شما حیوانی رو ذبح کرده گوشت آن را میخوریم، آیا این نیکی است یا بدی؟ شیری که باید گوساله او رو خورد، ما شیر گاوی رو میخوریم، شاید این نیکی است یا بدی؟
ما فرزند خود رو همه طرفه کوشش میکنیم نگهبانی کنیم، با آن پسانتر ارکه میشود و از زیان میارد و این نیکی است یا بدی ما گفته نمیتوانیم. برای ما اون چیزی که عقل میگوید، اون چیزی که با ما و شما گفتن و حکمتش رو با جز شعور کیهان کسی نمیداند. میدانیم که مثلا در مسئله نیکی و بدی از جانب پروردگار است. آیا ما میتوانیم بگوییم که بیماری که ما و شما میشیم این از جانب پروردگار باشد، پس پروردگار به ما بدی میخواهد؟ نه، امر میکند. شاید سبب خطایی ما باشد، شاید ما رو سنجش کند، شاید اون چیزهای از ما به ما بیاد، اون چیزهایی که ما پسندتر به ما و شما فایده آور باشد. حکمت زندگی و فایده و ضرر رو ما بفهمیم. و البته اون چیزی که زنده گرداندن بعد از میرانیدن، باوری بینید که حالا یک نوع سوزن بر این صدها مراتب خردتر گوشت انسان و میگیرند، دینکه انسان رو میگیرند و میتوانند که کلانی روت کنند، یعنی انسان رو از سر نو بسازند. و این البته که علم حاضره که انسان دارد چنین میتواند، پس البته شعور کیهان علمش میتواند که از حجیره، از استخوان پوسیده از چیزی بیجان انسان رو بسازد. اونا گفتن امانت که ما در مسئله طبابت باز میگوییم که باوری نهایت مهم است برای انسان را صحت شدن و در این مسئله هم عقیده های طبی هستند که ما هم را با شما پیشنهاد میکنیم بدانید که نیست شفاکاری و جز خداوند و ما سبب هستیم. و برای آن که شما شفای خود را نگه دارید، سلامتی خود را خوب کنید، باید پیوسته سکوت کنید. همین مشقایی که ما با شما پیشنهاد میکنیم. و البته شما کوشش کنید که دارو و درمان هایی که خوراک و غذاهایی که با شما فایده آورند آنها رو استفاده برید. و البته در مسئله اون که طب و سیستم طبی را با مبلغ دستگیری کنید، البته این هم مهم است که مبلغ جدا کردن مردم برای سلامتی خود چیزی مهم است در برابر اون که برای شکم، برای احساسات، کیفیت و علم جدا میکنند. در برابر این باز برای سلامتی خود هم پول جدا کنید، مبلغ جدا کنید و البته رابطه داشته باشید با مؤسسه های طبی و با دکتران حاذق. مشق امروزینه ما روانه شده از به هم که باوری شما زیاد شود و آن را شما استفاده برید، چی در این زندگی و چی در آینده خود. بشینید درست آزاد و به نام شعوری هستی سر میکنیم و خدا در بین معینه سر قرار بدهید، به نیت مشق روانی بنشینید که ما امروز باوری خود را به انگیزش میاریم و نوابسته از آن که انسان به چی و به کی باوری میکند البته مکافات میگیرد، ولی مجازات آن بعد است. شاید که در آن وقت هم مکافات گیرد. پس برای این ما و شما سکوت میکنیم، خدا در بین معینه سر قرار میدهیم، بدن خود را سر میدهیم و شدت مشکا گرفته شده قوای عصب دیگر صرف نمیشود. شما باز ما را میشنوید، آهسته آهسته به حالت میدروید که از وجود ما و شما یک قوای عجیبی میگذرد و همه سیاهی و زمینی ناراحتی را و زمین برده نیست و نابود میکند و نور عجیبی از جانب آفتاب از بدن ما میگذرد و این دو قوای هست، قوای گرمی و خنکی، دو دستی پروردگار. گردش آب بدن ما و شما که شکل خون ملیم فرا دارد درست شده هر نفس کشی ما و شما بدن ما و شما را گرم و سبک میسازد. ما و شما جزوی از کیهان هستیم، ما جدا نیستیم از طبیعت و ما به جمعیت پیوسته ایم و ما دریچه داریم به عالمی هستی که آن روان است و ما مصلحتچی خوبی داریم که آن عقل است و ما و شما دستگیری خوبی داریم، هیجان احساساتی ما و شماست و ما و شما خدمتگاری خوبی
داریم که این تن ما و شماست. پس بدن خود را به حال خود گذارید. گردش خون در بدن درست شده، گزک و ناراحتی ها گرفته می شوند. درد این دادزنی بدن است. مانند کودکی که گریه می کند چون مادری او به او شیر می دهد، آن وقت آرام می شود. گردش خون بدن شما را آرام می کند. گردش خون بدن شما را آرام می کند. یه خرسندی در تگ دل پیدا شدن می گیرد. خوشبختی است برای ما و شما که بهترین توابط ها رو می کنیم. سخن، نور، داروها و جمعیت تنج و امن داریم و منت داریم از شعور هستی. و شکرگزاری منتداری سببیان می شود که برکت و رحمت شعور هستی به ما و شما زیاد می شود. گشایش کار چی در مسئله زندگی و چی در مسئله طبابت پیدا می کنیم. بدن خود را به حال خود گذارید. حسیات و پیش نظر و فکر